سلام، من مهرانم و اینجا سایه حقیقته، جایی که داستان‌ها پشت پرده واقعیت مخفی شدن. قبلا در مورد مثلث برمودا و رازهای نیکولا تسلا با هم بحث کرده بودیم، اما امروز میخوایم با هم بریم سراغ یکی از خطرناکترین و عجیبترین پروژه های نظامی تاریخ که هیچ وقت رسما تایید نشد. پروژه فیلادلفیا، داستانی بین علم، جنون و شاید یه چیزی بیشتر از اون. سال 1943 جهان توی آتیش جنگ جهانی دوم داره میسوزه و ایالات متحده دنبال راهیه برای غلبه بر دشمن با استفاده از تکنولوژی. ایده‌ای خطرناک مطرح میشه. آیا میشه کشتی جنگی رو طوری ناپدید کرد که هیچ راداری نتونه پیداش کنه؟ یا حتی فراتر از اون، آیا میشه فضا و زمان رو خم کرد؟ پروژه‌ای مخفی با استفاده از تئوری‌های اینشتین و یادداشت‌هایی از نیکولا تسلا شروع میشه و اسمش میشه پروژه فیلادلفیا. کشتی USS الدریچ آماده آزمایشه. روی اون ژنراتورهای نصب شدن که میتونن انرژی مغناطیسی خیلی بزرگی رو تولید کنن. 28 اکتبر 1943 کشتی توی بندر فیلادلفیا آماده آزمایشه. موتورها روشن میشن و همون لحظه مه سبز رنگی دور کشتی رو میگیره. بعد کشتی ناپدید میشه. نه فقط از دید انسان، بلکه هیچ راداری و هیچ ابزاری نمیتونه پیداش کنه. چند لحظه بعد در بندر نورفولک 500 کیلومتر اونورتر کشتی دیده میشه و چند لحظه بعد دوباره از اونجا ناپدید میشه و توی بندر فیلادلفیا دیده میشه. اما چیزی که برگشت دیگه یک کشتی نبود، یک تراژدی بود. شاهدان عینی گفتن بعضی از ملوان‌ها بدنشون توی بدنه فلزی کشتی گیر کرده بود. بدنشون دیگه جزوی از فلز شده بود. بعضی دیگه ناپدید می شدن و دوباره ظاهر می شدن. بعضی هاشون دچار جنون روانی شده بودن و گروهی از خدمه بعد از سالها به طور عجیبی کشته یا ناپدید شدن. هیچ گزارش رسمی از اون اتفاق منتشر نشد، اما روایت ها زیاد بود و نقطه مشترک همه روایت ها این بود که یک چیزی اون روز شدیداً اشتباه بود. سالها بعد دانشمند و نویسنده‌ای به نام موریس چساپ در مورد پروژه فیلادلفیا تحقیق میکرد تا اینکه نامه‌هایی دریافت کرد از فردی مرموز به نام کارلوس آلنده. آلنده ادعا میکرد که اون روز از فاصله خیلی نزدیک شاهد ماجرا بوده. نامه‌ها حاوی اطلاعاتی بودند که فقط یه اینسایدر میتونست اونها رو داشته باشه. چند وقت بعد چساپ به طرز مشکوکی مرد توی ماشینش توی پارک با یه لوله از اگزوز داخل ماشینش. چساپ خیلی به حقیقت نزدیک شده بود، اما پایانش این شد. تئوری هایی مثل میدان واحد اینشتین و آزمایش های کوانتومی احتمال خم شدن فضا و زمان رو مطرح می کنن. حتی امروزه فیزیکدان ها درباره وارپ درایو و یا خمیدگی فضا و زمان صحبت می کنن. اما تو سال 1943 آیا تکنولوژی اون موقع چنین قدرتی داشت؟ یا آیا کسی به دولت آمریکا کمک کرده بود؟ شاید هم پای بیگانگان وسط بود. پروژه فیلادلفیا به پایان نرسید، بلکه به یک پروژه دیگه‌ای منتقل شد، پروژه مونتاک در نیویورک. توی اون پروژه هم از میدان مغناطیسی برای سفر در زمان استفاده میشه. گفته میشه کودکانی توی اونجا برای ورود به تونل‌های زمان آموزش داده شدن. ارتباط مستقیم این پروژه ها با یادداشت‌های تسلا
فرضیه های اینشتین و یا حتی تکنولوژی خارج از زمین رو تو قسمت های بعدی با هم دیگه بررسی میکنیم. پروژه فیلادلفیا یک داستان علمی تخیلی نیست، حداقل برای اونایی که توش بودن، ولی واقعیتش همچنان پنهان شده. آیا واقعا امکان داره که فضا و زمان رو دستکاری کرد؟ آیا قدرت‌های ناشناخته‌ای پشت این داستانن و چرا هیچ وقت رسما تایید نشد؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و به چند تا از دوستات بفرست و کانالمون رو سابسکرایب کن که از ویدیوهای بعدیمون جا نمونی. من مهرانم و اینجا سایه حقیقته.